رئیس ناحیه رشت با پاره دستگیر شده است. در فرودگاه‌های روسیه زادگان آسیای مرکزی از جمله تاجیکان را که شهروندی روسیه را دارند نمی‌گذارند از این کشور خارج شوند. جلسه گسترده حکومت تاجیکستان در دوشنبه. پارلمان ترکمنستان از نو به یک پلاتگی تبدیل یافت. ترکمن‌ها پیشوادار می‌شوند. رئیس ناحیه رشت و رئیس دستگاه حکومتی این ناحیه از جانب ماموران آژانسی ضد فساد در تاجیکستان بازداشت شده‌اند. رحیم جان نبیزاده مقیمی و خال محمد آرتیقوف به تقسیم غیرقانونی زمین و گرفتن رشوه متهم هستند. بازداشت آنها نصف روزی 22 ینور صورت گرفته است. بنا به معلومات رسانه‌ای شده رئیس ناحیه و رهبر دستگاه حکومتی رشت در جای کار و در حضور شاهدان بازداشت شده‌اند. یک مأمور آژانسی ضد فساد به رادیوی آزادی گفته است شکایت رسید که رئیس ناحیه زمین فروخته در مرکز ناحیه چند جای را غیر قانونی به صاحبکاران داده است. دلیل تقسیم غیر قانونی زمین تصدیق شده بود ولی رئیس را هنگام گرفتن بیش از $10,000 بازداشت کردند. رشوهات رهبری دستگاه گرفته هنگام به رئیس ناحیه دادن دستگیر شده است. خبری بازداشت رئیس ناحیه رشت و یک زیردستش را سعدالله خدایاروف یک فعال شبکه اجتماعی از ناحیه رشت روز 23 ینور در فیسبوک گذاشت. مسئولان آژانسی ضد فساد، حکومت ناحیه رشت و اداره های دیگری دولتی تاجیکستان خبر را تصدیق یا رد نکردند. در گذشته رویدادهای همسان در بعضی از ناحیه‌های دیگر روی داده‌اند اما بازداشت شده ها بعداً آزاد گشته موضوع پرونده از فساد و رشوه به سوی استفاده از منصب تغییر یافته است. در بعضی از موردها تنها زیردستان جزا دیده‌اند. سال 2020 بهرام عنایتزاده شهردار سابق کولاب به اتهام فسادکاری بازداشت و به 12 سال زندان محکوم شد. خود او و پیوندانش اتهام را رد کردند. مأموران آژانسی ضد فساد را در تاجیکستان همواره برای دستگیر نکردن منصبداران بلندپایه تنقید می‌کنند. این نهاد بیشتر درباره بازداشت آموزگاران پزشکان و کارمندان زینه‌های پایینی وزارت و کمیته‌های دولتی گزارش می‌دهد. در فرودگاه‌های روسیه زادگان آسیای مرکزی از جمله تاجیکان را که شهروندی روسیه را دارند نمی‌گذارند از این کشور خارج شوند. با آنها گفتند که مردان سنی دعوتی به خدمت حربی حقی به خارج رفتن را ندارند. ترس از سفربرکنی نوی نظامی مسکو برای پشتیبانی از جنگش در اوکراین بسیاری از زادگان آسیای مرکزی را در روسیه که بیشتر برای مهاجرت مهنتی می روند وادار کرده است که به وطن خود برگردند. اما برخی از مهاجران که همچنین شناسنامه روسیه گرفتند و حق خدمت سربازی را دارند میگویند در هفته‌های اخیر اجازه خروج از روسیه را ندارند. دیروز 22 ینور رادیوی آزادی نوشت که روسیه چند شهروندی آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و قرقیزستان که همچنین شهروندی روسیه را دارند نگذاشت این کشور را ترک کنند و آنها را به جنگ اوکراین جلب کرد. منابع دیگر میگویند که در خود فرودگاه‌ها به مهاجران دعوتنامه به کمیسریت حربی میدهند و آنها را اینچنین به کمیسریت‌های حربی برای صحبت دعوت کرده میفهمانند که به فرار از صف قوه‌های مسلح جزای سخت‌تر پیش بینی میکند. حقوقدانها میگویند چنین عملی مقامات روسیه خلاف قانونگذاری این کشور است و قانون وجود ندارد که بیرون رفتن شخصانی را که قرضدار نیستند، عهدهداری پرداخت نشده و حامل سر دولتی نیستند یا در اجرای وظیفه‌های مخصوص نیستند منع کند. بازداشت مهاجران دارای دو شهروندی در فرودگاه‌ها در حالی است که مسکو سفربرکنی جزئی نوبتی ارتش را رد می‌کند. در دوشنبه جلسه وسیع حکومت تاجیکستان تحت ریاست امامعلی الرحمن رئیس جمهور تاجیکستان می‌گذرد. طور خدمات مطبوعاتی رئیس جمهور اطلاع می‌دهد این جلسه با اشتراک رهبریت و اعضای حکومت کشور، دستگاه اجرایی پرزیدنت، رهبران مقامات مرکزی، کارخانه و مؤسسه‌های جمهوری برگزار می‌شود.
همچنین در جلسه وسیع حکومت رهبران ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها، مؤسسه‌های تحصیلات عالی، مرکزهای تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی، بانک‌های دولتی خصوصی و غیره شرکت دارند. در جلسه وسیع حکومت نتیجه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی کشور برای سال 2022 جمع بست و وظیفه‌های اساسی برای سال 2023 معین کرده می‌شوند. پارلمان ترکمنستان از دو پلاتگی به یک پلاتگی تبدیل یافت. پارلمان دو پلاتگی همگی 2 سال در ترکمنستان وجود داشت و خلاص که آن ملی گنگش نام داشت و از پلاته بالای خلق مشورتی و پلاته پایانی مجلس عبارت بود. غیر از این در مملکت ارگان عالی حاکمیت خلقی شورای خلقی به کار شروع می کند. به آن رئیس جمهور سابق قربانگلی بردمحمدوف رهبری می کند. باید گفت که ابتکار پارلمان یک پلاتگی و تأسیس مقامات حاکمیت مردمی از جانب رئیس جمهور پیشین پیشنهاد شده بود. همه آنهایی که در جلسه سخنرانی کردند یک دلانه از او جانبداری کردند. اینچنین در جمهوری میخواهند مقام پرزیدنت سابق کشور را همچون پیشوای ملی قانونی کنند. گفتنی است همه لایحه‌های قانون‌های کنستیتوسیونی علیه از جانب پرزیدنت ترکمنستان سردار بردمحمدوف دستگیری و امضا شده اند.